در دوره چهارمین جشن با افتخار نوروز بین‌المللی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار مسابقه وسیع گوشتن ملی برگزار گردید. در مسابقه مذکور ورزشکاران تمام شهر و ناحیه‌های مملکت و از جمهوری ازبکستان نیز اشتراک نمودند. جهت تامین فراغت هواداران گوشتن ملی از جانب کمیته تدارکات مسابقه مکان خوشباد و هوا و مساعد دهه گچک جماعت دهات دهقان‌آباد شهر حصار انتخاب گردید که توانست هواداران سرشمار گوشتن ملی را در این مکان جمع آورد. در واقع با فرارسی نوروز بین‌المللی در قمرهای مملکت مسابقه‌های گوناگون ورزشی سازمان داده می‌شوند که یکی از معمول‌ترین آن نوع گوشتن ملی محسوب می‌گردد. باعث سرفرازی زیاد است که محض از چنین مسابقه‌ها ده‌ها ورزشکاران کسبی به پای رسیده در مسابقه‌های سطح منطقوی، جهانی و المپیادهای بین‌المللی شرکت نموده شرف کشور عزیزمان جمهوری تاجیکستان را حمایت نمودند. به خاطر پیروزی ورزشکاران مملکت صدها مراتب پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان گردیده سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا داده است. در مسابقه گوشتن ملی در شهر حصار از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار صاحبکاران باننگ و شرفمند حصار در برابر دیگر تحفه‌های قیمت‌بها شاه جایزه 3 автомашинаи سبک‌رو گذاشته شده بود. همینطور معلوم گردید که شاه جایزه مسابقه گوشتن ملی سزاوار حقنظر نظرов از شهر حصار و حیدر سیدجان از ناحیه خاورمیانه ولایت خرمان گردید که با قالب شاه جایزه از جانب رابطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار کلیدهای نقلیات سبک‌رو در وضعیت تنطنوی تقدیم گردید. ضمن تقدیم شاه جایزه رابطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار با ورزشکاران برای اشتراک فعالانه و به دست آوردن شاه جایزه اظهار تشکر نمودند. ابراز نمود که برای در آینده غالبیت به دست آوردن در مسابقه‌های بین‌المللی کوشش نمایند.